بچه چه خبر، خوش اومدید به ویدیو دیگه از کانال خودتون. من مهدی هستم و اسم این کانال مهدی زیزیه. بریم سراغ ویدیو امروز. لیتس گو. خب بچه ویدیو امروز از این قراره که پارت قبلی همونطور که من باختم و هنوزم کامنت دریافت نشده، امروز میخوام زمینم از دوستام یکی از دوستام ازش مجازات بگیرم. بریم سراغش ببینیم چی میگه. خب بده بهش زنگ بزنم. خب صداش رو بلوتوث، حالا بزنم رو بلنگو. خب الو، سلام، خوبی؟ حالت خوبه؟ چه خبر؟ میتونی صحبت کنی؟ میتونی صحبت کنی یا بعدا زنگ بزنم؟ نکن، میخوام بدی بهم یه مجازات بدی. مجازات دیگه، مجازات. آره بگو. بگو دیگه. دوغ و فلفل با هم قاطی کن بخور. دوغ و فلفل؟ یا تخم مرغ و فلفل قاطی کن خام. آه دو گذر باش، دو تا گذر باش. نه فعلا خدافظ. خب بچه دیدیم من به خدا هیچ هماهنگی نکردم با کسی زنگ بزنم همچین مجازات بهم بده. به خدا دارم میگم. الان مثلا از یکتون فکر میکنید دیدی قبلا زنگ زده گفته مثلا من حق فلان مجازاتی بده. خب و چه شروبری هم گفت دوغ با فلفل. خب من تا حالا نخورد دوغ و فلفل، نمیم چی نمیشه. بریم ترکیبش بزن بریم. اومدیم اوکی. خب الان باید چقدر چیز باید. خب این دوغ من دوغ محلی استفاده کردم، دوغ محلی لبنیاتی. اینم که فلفل قرمز برای چیزی که تو نه پودری آوردم. نگو پودری ها معمولی دیگه، من پودری رو داشتم پودری آوردم. آقا دوغ به بوش، من بودو واقعا دوست دارم، خودم دوغم دوست دارم. چقدر بریزم آقا؟ بس دیگه خدای بس، اسمش بس. آقا میخوام نامردی نکنم. میخوام چیکار کنم؟ وایسا. این در خوبه؟ چند تا بپوشم؟ نمیدونم. بیارم جلوتون وایسا یه جوری بگیرم. ای وای خیلی خوبه. من گو خوردم. وای خیلی اومد. نگاه کن. اصلا یه ظرف دیگه چیز نشست. الان هم بزنم؟ چجوری هم بزنم؟ من پسرم بستی. آقا چیزی کاشق نمیبورم خوبم بزنم. با مهدی باش، کسافت باش. تمام. سل نشقم قاشق بیارم خدا وکیل. برای چی گوه کردم؟ واقعا یه دیوونه رندوم چیه؟ نه با یه چیزی هم خواستم میمانه بلش کن. بچه به این شکل در اومد. بستنی فندق خوردید؟ همون شکلیه دقیقا. توشو نگاه هنوز تیکه هسته ولی بهتر از این نمیشد دیگه. خب چقدر بخورم؟ خب نگفت 100% نمیتونم این همش بخورم. بذار حالا بلبلم شد. چقدر بود نگفت بخورم، گلوم میسوزه. خیلی من ریختم آقا.
مگه میخواستی یه دشمنت خودت میخواستی بخوری؟ نه بهش کن دیگه. میشه نخورم؟ نمیشه. 100% نمیتونم اینو همش بخورم. بذار حالا دیگه تو نیست، تلخ شد. وای اوه واقعا تموم شد. نور اینجا یه ذره کمه، نمیدونم حالا. وای اونجوری چیز نبوده، ولی یه دفعه خوردم اینجا یه ذره میسوزه. ولی من اگه میره آب میتونم بخورم که نمیخورم. توم ولش کن آقا. بس آقا، خدا میکشم من آخر. خب بچه ممنون که ویدیو تماشا کردید. ممنون که تماشا کردید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید من رو دنبال نمیتونم در چی میگم. خب بچه ها ممنون که ویدیو تماشا کردید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو دنبال کنید. به کامنتتون خیلی نیاز دارم. کامنت هم بذارید دیگه، تو رو خدا کامنت بذارید. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدافظ.